خوش اومدین خوش اومدین. به نام خدا، ایمان عرب هستم، لیدر شبکه نوری IPS. خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتونم. موضوع امشب مستندیه به نام تفکر 5 بعدی. انشالله بریم جلو با هم دیگه بازش کنیم، ببینیم تفکر 5 بعدی چیست. و من از این که تفکر 5 بعدی امروز داشتم در موردش فکر میکردم انقدر شگفت زده شدم که اصلا نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. فقط دوست دارم بیام در موردش با بقیه حرف بزنم و برم انجامش بدم دیگه. نمیدونم چجوری توضیحش بدم. یه چند دقیقه منتظر میمونیم تا بقیه عزیزان بیان. من یکم مقدمه چینی کنم. به رسم یاد بود همیشه 1-2 دقیقه دوستان با تأخیر به جواب اضافه میشن. حالا نمیدونم چه رسمیه، ولی خب به یاد بود این همیشه رد پاشون هست. خب وارد ماه جدید شدیم. ماه بهمن شروع کردیم. ما تو بهمن ماه بچه‌ها، دوستان عزیز، رفیقای گلم، فقط یک بار دعوتنامه داریم برای ثبت نام به کالج که شما بتونید به جای مبلغ $1500 برای ترم اول با $150 ثبت نام کنید. و 5 بهمن ماه ساعت 12 ما این فرصت ویژه رو در اختیار فقط 150 نفر قرار میدیم که میتونن از 5 ساعت 12 ظهر شروع کنن به ثبت نام تا روز 6 ساعت 9 شب. از ساعت 9 شب بشه 9:01 ثبت نام بسته میشه و دیگه ظرفیت نداریم. 150 نفر هم اگه تو 1 ساعت اول پر بشه اونجا هم دیگه ظرفیت بسته میشه. و امیدوارم که شما اونقدر خوش شانس باشین که 5 بتونین از این فرصت استفاده کنیم. حالا چرا ما باید 5 از این فرصت استفاده کنیم؟ قبل از این که من در مورد چرایی این صحبت کنم، یکم در مورد تفکر 5 بعدی میخوام باهاتون حرف بزنم. و یکی از اون تکنیک‌های مخفی که همه آدمای ثروتمند بلدن ازش استفاده میکنن و ما بلد نیستیم، در صورتی که برای استفاده کردن از این تکنیک واقعا چیز عجیبی نیازی نیست. یعنی همه ما امکان رو داریم ازش استفاده کنیم ولی یاد نگرفتیم. و خبر خوب اینه که میتونیم امشب یاد بگیریم و در موردش با هم دیگه با هم گفتگو کنیم. خب کم کم همه عزیزان اومدن تو جلسه. خیلی خیلی خوش اومدین. دوباره خودم معرفی میکنم، ایمان عرب، کوچیک همتون، لیدر شبکه نوری IPS، خادم این خانواده‌ام تا روزی که انشالله هدف این خانواده ما همه با کمک هم به تحقق برسونیم. هدفمون آگاهی جمعی، بیداری جمعی برای تمام مردم دنیاست. هدفم اینه که همه یاد بگیرن تفکر 5 بعدی چیه. خب یه رازی رو ما خیلی در موردش شنیدیم، خوب گوش کردن. این که بهمون میگن 2 تا گوش داری، یه دهن، پس باید 2 برابر گوش کنی و 2 برابر حرفایی که میزنی تو باید شنونده باشی. یا خیلی جا در موردش شنیدیم که آدمای موفق میگن ما خوب گوش میکنیم. حالا من تو زمینه درآمد میخوام یکم این مثال رو بزنم. معمولا فروشنده هایی که خوب گوش میکنن، نیاز مشتری رو شناسایی میکنن، فروشنده قهاری هستن. فروشندهایی که از قبل پیشنهادشون رو آماده کردن، به نیاز مشتری نگاه نمیکنن، فقط پیشنهاد خودشون رو میدن، فروشنده آماتوری هستن. حالا ما این موضوع رو تو رابطه زن و شویی هم داریم. زن و شوهرهایی که به حرف همدیگه خوب گوش میکنن، همدیگه رو خوب میفهمن، رابطه ماندگارتر و پویاتری دارن. ولی زن و شوهرهایی که حرفاشون از قبل آماده است، جوابهاشون از قبل واسه همدیگه آماده است، کار ندارن طرف مقابل چی میگه، اینا رابطه خیلی خوبی با همدیگه ندارن، چون اصلا همو درک نمیکنن، نمیفهمن. یه رازی در مورد خوب گوش کردن هست که فقط 1% آدمای دنیا دارن ازش استفاده میکنن. این راز خوب گوش کردن 3 مرحله داره. تا زمانی که بقیه عزیزانم به جمعم بپیوندن 10 دقیقه رو بعد میخوام این راز رو بگم و این هدیه به شماست دیگه که اول جلسه اومدین داریم با هم دیگه در موردش حرف میزنیم. راز خوب گوش کردن مثل چی میمونه؟ اولش اینو بهتون بگم، ما در طول روز
کلی اطلاعات داره وارد گوشمون میشه، یعنی کلی صدا داریم میشنویم. یا صداهای درونیمونه که خودمون داریم با خودمون گفتگو میکنیم. همتون تجربهشو دارین، صبح تا شب داری با خودت حرف میزنی، یعنی بابت هر یه حرکتی که انجام میدی یه کلمه داری به خودت میگی. از در خونه میری بیرون، هر چی رو داری میبینی یه گفتگویی داری بابتش با خودت انجام میدی. دومین حالتش هم صدای بیرونیه، هر صدایی که بیرون وجود داره. وقتی میگن خوب گوش کردن 2 برابر این که حرف بزنی باید گوش کنی، منظور فقط صداهایی که بیرون ما وجود داره نیست، صداهایی که درونمون هم هست داره اشاره میشه بهش، ولی کسی در مورد این اصلا حرف نمیزنه، چون این لایه پنهانه. این از دل هک مغز میاد. شما اگه میخوای خودت رو هک کنی، بفهمی تو مغزت چه خبره، باید به خودت اول گوش کنی چه واگویه هایی داری، گفتگوهای درونی چیه. ولی این کار سختیه، یعنی به این آسونیا نمیتونی همینجوری راحت به خودت گوش کنی، چون صداهای بیرون هم هست که حواستو پرت میکنه. مثلا تو از خواب که بیدار میشی، هر کار دلت میخواد نمیتونی بکنی، هر کار دلت بخواد انجام بدی هم تو خونه باید اعتراض میکنن، یعنی بهت اعتراض میکنن، بهت یه چیزی میگن، یه حرفی بهت میزنن. اگه بری بیرون هم هر کار دلت بخواد بکنی، باز بیرون هم مردم میان یه چیزی بهت میگن، یه گیری بهت میدن. تو همیشه تحت تاثیر صداها هستی، یعنی اطلاعات دائما داره به سمت ما میاد بچه‌ها. ولی خوب گوش کردن اولین استپش اینه که کسایی که هدف ندارن کلا نمیتونن خوب گوش کنن. یعنی شما اگه نمیدونی امروز صبح که از خواب بیدار شدی چی میخوای تا شب از زندگیت، هدف باید داشته باشی. هدف منظورم وظایفت نیست، هدف من امروز میخوام از اینجا 10 کیلومتر پیاده روی کنم، برم مثلا یه سوپرمارکتی خرید کنم برگردم. رفتن و برگشتن میشه هدف من اینو خودم هدف انتخاب میکنم، این نیاز من نیست. من میتونم برم سوپرمارکت محلمون خرید کنم، اینو هدف قرار میدم. نیتم چیه؟ میخوام تو این رفت و برگشت مثلا یه فایل صوتی هم گوش کنم، خریدم هم انجام داده باشم، پیاده روی هم کرده باشم. یعنی هدف چیزی بیشتر از وظایف روزمرته، یه قدم رشد توش وجود داره. تو برای یه چیزی فراتر از نقطه فعلیت میخوای یه کاری بکنی، به این میگن هدف. مفهوم هدف رو خیلی ساده بخوام بهتون مثال بزنم، میشه تارگت، نشونه باید بهش شلیک کنی، جایی که باید بهش تیرت برخورد کنه که ما بهش بگیم هدف. تو همینجوری هر کار دلت میخواد انجام میدی، هدف اسمش نیست. حالا کسایی که خوب گوش میکنن هدف دارن، مهم نیست هدفش چیه. اصلا من در مورد هدف گذاری الان نمیخوام حرف بزنم. هدف داشتن، رشد کردن، 1% از الانم بهتر شدن، یعنی هدف داشتن. پس کسایی که هدف دارن خوب میتونن گوش کنن، شنونده خوبی هن. این اولین فاکتورش. یعنی اگه هدف نداری اصلا تو شنونده خوبی نیستی تو زندگیت. این راز رو هیچ وقت به ما نمیگن، فقط میگن خوب گوش کن. ولی این گوش کردن یک مشکلی ما داریم توش، ما نمیدونیم چی رو گوش کنیم چی رو گوش نکنیم، یا نمیدونیم چیزایی که داریم گوش میکنیم و چجوری طبقه بندی کنیم، کدوما خوبه، کدوما بده، کدوما مفیده، کدوما مضره، کدوما قدرتمنده، کدوما مخربه، کدوم صدا، کدوم اطلاعات، طبقه بندیش اصلا بلد نیستیم. حالا در نظر بگیر چند سالته، فقط به خودت سنتو یادآوری کن. اگه تا حالا حموم نمیرفتی چه اتفاقی واسه بدنت میافتاد؟ تو همه اطلاعاتی که تا الان گوش کردی همینجوری ریختی تو مغزت، چه اتفاقی تو مغزت افتاده؟ اصلا تو نمیدونی چه ولوشوییه، چه سرصداییه، سیمپیچی ها همه قاطی کرده. بعد 1-2 تا سیمپیچی نیست که، ما تو مغزمون 10 تریلیون سیمپیچی داریم، زنجیرهای سیناپسی تو مغزمون ساخته شده، هیچ کدوم از اینا طبقه بندی نشده. خب من انسان از صبح که بیدار میشم تا شب که میخوام بخوابم یه انرژی مشخصی جهان هستی در اختیارم قرار میده دیگه، یه انرژی مشخصی هم خودم دارم با هدفهام و تلاشم و اشتیاقم تولید میکنم، یه محدودیتی دارم دیگه، انرژی من نامحدود نیست.
شب ساعت 12 خوابم نگیره، 1 خوابم میگیره دیگه. تو 24 ساعت، بعد 24 ساعت دیگه خسته میشه، خوابت میگیره، انرژی تموم میشه. 48 ساعت دووم بیاری دیگه، تو 72 ساعت بیهوش میشی دیگه، مغزت خاموش میشه، انرژی تموم میشه. هممون میتونیم اینو قبول کنیم، ما انرژی مشخصی داریم. میدونی چقدر انرژی داره حل رد میشه تو این سیم پیچید که تو اصلا ازش استفاده بیهوده داری میکنی. مثل اینه که پریز برق خونه تو از کنتور خونه تا تو اتاقت یه سیم بکشی به اندازه کل شهر، بعد بیاره بذاری تو اتاق پریز رو بزنی بهش. پول برقت 100 برابر میاد، چون برقی که از تو کل این سیم رد میشه واسه تو باید حساب شه. خوب گوش کردن میگه اول باید هدف داشته باشی که بتونی اطلاعات رو طبقه بندی کنی، ولی اصلا شنونده خوبی نیستی. حالا چرا گوش کردن بچه‌ها خیلی مهمه؟ ما 5 تا ورودی داره مغزمون. زبانمون مزه، بینیمون بو، انگشتا و پوست بدنمون حواس عینی، حواس پنجگانه ما یکیش عینیه دیگه، حواس لامسه است، دست میزنیم به یه چیزی. این شد 3 تا. این 3 تا اصلا اطلاعات زیادی از مغز درگیر نمیکنه، همش غریزیه. اینو بذار کنار. 2 تا دیگه میمونه خیلی مهمه. چشم، چیزایی که میبینی. گوش، چشم رتبه 2 داره، گوش رتبه 1 داره. دلیلش هم علمی، میشه خیلی در موردش صحبت کنیم. سایکی هم میتونیم خیلی در موردش صحبت کنیم. علمی چی میگن؟ میگن سرعت رسیدن صدا به مغز به خاطر اینکه نمیخواد پردازش بشه سریعتر از چشمه. یعنی ما صدا رو سریعتر از تصویر میبینیم. همیشه هم اینجوری. رعد و برق وقتی اتفاق میفته ما فکر میکنیم اول رعد برق رو میبینیم بعد صدا رو میشنویم. ما اول صدا رو میشنویم، مغزمون چند ثانیه بعد تصویرش رو نشونمون میده. فقط اینو نمیفهمیم، خودمون بلدش نیستیم، کاری به این ندارم. اینو بذار کنار. گوش سرعت اطلاعاتی که به مغز وارد میکنه سریعتر از چشمه، چون مغز باید پردازش کنه چشمو، بعد اطلاعات و تصویر به هندسه در بیاره، هندسه رو بفهمه، ولی صدا مستقیم میره تو کلام. و ما مغزمون با گوش خیلی داره درگیر میشه. حالا مغز مهمترین عضو بدن تو تصمیمات ماست که ما در طول روز داریم انرژی زیادی به مغز میدیم. کلا 2 قسمت بدن خیلی انرژی مصرف میکنه، گلبولای سفید، مغز. اصلا این 2 تا اسطوره مصرف انرژی هست. خوب گوش کردن هنریه که آدم پولدارا بلدن با این خوب گوش کردن انرژیشون رو ذخیره کنن، بعد این انرژی تبدیل به پول زیاد میشه تو زندگیشون. حالا من و تو فکر میکردیم در گذشته با سخت کار کردن پول زیاد به دست میاد. البته تو دهه‌های قبل یک مقدار این شکلی بوده، مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش کارگرها درآمد خوبی داشتن، میتونستن سخت کار کنن پول خوب بگیرن. ولی دیگه الان تو با کارگری و کارمندی و شغل آزاد نمیتونی ماشین بخری، نمیتونی خونه بخری، سرعت تورم از تو سریع‌تر. دیگه جواب نمیده این روش. باید انرژی تو ذخیره کنی. آدما میری پیش یک فروشنده، میبینی فروشنده خوش برخوردی، بیشتر باش ارتباط میگیری بخری تا یه فروشنده بد برخورد. حالا خوش برخورد یعنی چی؟ یعنی انرژی داره دیگه. اگه انرژیش تخلیه بشه برخوردی نمیمونه. هر چقدر بخواد خوش برخورد بشه، خسته، گوشه چشاش افتاده، لپاش افتاده، بدنش شل شده، تاب و توان نداره دورت به چرخه، حوصلش کم شده، گشنشه، خستشه، دیگه اون فروشنده خوبی نیست. حالا تو رابطه معمولا زن و شوهرها اوایل رابطه هاشون دوست دارن سکسشون 2 روز طول بکشه، انقدر عاشق هم دیگه. ولی بعد از 2 سال دوست دارن سکسشون 5 دقیقه طول بکشه، چون دیگه حوصله همون ندارن، فقط نیاز به هم دارن. عشقم بر اساس انرژی وجود دیگه کم شه، عشقت هم کمتر میتونی ابراز کنی. ما تمام دغدغمون انرژی تو زندگیمون. آدم پولدارا با خوب گوش کردن انرژی نگه میدارن، چون گوش بیشترین کار داره انجام میده در طول روز. تقریبا 10,000 اطلاعات هر 1 ساعت فکر کنم از طریق گوش داره به مغز ما داده میشه، که تو کل روز چشم فقط 10,000 تا میگیره. یعنی گوش 10 برابر چشم سرعت جابجایی اطلاعات رو داره انجام میده.
پس چی شد؟ اول هدف نداشته باشی نمیتونی اطلاعات رو طبقه بندی کنی. حالا هدف داشته باشی چه اتفاقی میفته؟ ما میگیم این هدفه. امروز شما اومدین تو این جلسه نشستین، بیاین در مورد خوب گوش کردن رو با هم دیگه تستش کنیم. خوب گوش کردن یعنی چی؟ هدف چیه تو این جلسه نشستی؟ اگه هدف نداری تو داری اطلاعات الکی دریافت میکنی، یعنی بی دلیل اومدی تو این جلسه، انرژی داری از دست میدی. اگه هدف تعیین نکردی همین الان بیا با هم دیگه هدف تعیین کنیم. هدف چیه؟ من یه هدف دارم به نفع هممونه، رشد کنیم. هر کی که هستیم یه پله رشد کنیم، 2 پله رشد کنیم، 100 تا پله رشد کنیم، بهتر میشیم دیگه. این به نفع هممونه. مفیدترین و قدرتمندترین هدف رشده. هیچ هدف دیگه به اندازه رشد واقعی نیست، همش توهمه. الان هدف داری ماشین بخری، خدا نکنه دندونت درد بگیره، یادت میره ماشین خریدن. ولی اگه هدفت رشد باشه میدونی اگه پول داشته باشی میتونی بری این دندوناتو سالم کنی، ولی به ماشین ربطی نداره. هدف رشد به همه چیز غالب میشه. اگه دندونت هم درد بگیره میگی باید رشد کنم که اینو برم خوبش کنم، درستش کنم، و الا ماه دیگه 2 تا درد میگیره، تا سال بعد 10 تا دندونم درد میگیره و من این درد دندون رو تا آخر عمرم باید بکشم. حالا خدا نکنه کلیه هم سنگ بگیره، خدا نکنه یک فرصتی هم پیش بیاد من بتونم یه کاری انجام بدم، یه ریسکی بکنم، بعد تو ریسک خدایی نکرده ورشکستم بشن، دیگه همه زندگیم نابود میشه، همه هدفام بیهوده میشه. ولی رشد تنها هدفیه که به من انگیزه میده ادامه بدم، چون به من کمک میکنه امیدوار باشم، شرایطم بهتر شه. بهتر شدن خیلی خوبه، به آدم شجاعت میده. اگه تو بدونی زندگیت بهتر میشه جسور میشی، بلند میشی کارایی رو میکنی که سخته. اوکی من میدونم سخته، اصلا قول آسون بودن به کسی نداده دنیا. این توهم آدم معمولی هست. کارمندی رو انتخاب میکنن چون خودشون فکر میگه نمیکنن، بهش میگه صبح تا شب مثل ربات یه کاری تکرار کن. شغل آزادم انتخاب میکنه چون تو اونم نمیخواد فکر کنه، کافیه 2 سال بری یه گوستایی وایسی زیر دستش شاگرد خوبی شی. ولی اگه کارآفرینشی هر روز باید چالش داشته باشی که پول خوب در بیاری. اگه بخوای فروشنده قهارشی هر روز باید چالش داشته باشی. پس رشد امیدوار کننده است، به من شجاعت میده. ما تو ذهن پولساز دارم از دل کالج باهاتون حرف میزنم 40 جلسه بعد بیای بگذرونی اینا رو یاد بگیری. ما میگیم یه مثلثی وجود داره، یه ضلعش روحیه جسورانه است، خیلی خفنه. این روحیه به تو کمک میکنه مثل فولاد شی، هیچ سختی فرو نمیره، هیچ سختی تو دوام میاری. و چی از این بهتر؟ با مگه چند سال عمر داریم؟ نهایتاً 100 سال 150 سال دیگه خیلی خفن زندگی کنیم. 200 سال هم که نداریم دوره برمون، همه 70 80 سالن، 90 سالن. من 90 سال میخوام زندگی کنم، کل دنیا رو باید بفهمم چجوری باید زندگی کنم. اگه روحیه جنگنده نداشته باشی تو یک محدوده کوچیک نگرت میدارن، نهایتا شهر خودت رو میفهمی تمام میشی. خیلی خوش شانس باشی 2 تا مسافرت میری شمال و جنوب کشورت هم میبینی، هیچ چی دیگه نمیبینی. حالا این فقط دیدنی بود، شنیدنی هم هست، تجربه کردنی هم هست، یه 3 چیزا هم هست معنویه، حس کردنی. اصلا با این 5 تا حواسمون نیست، با قلبه. باید بری تو محیطش قرار بگیری. جای دنیا داره عجیب و غریب، تو میری اونجا میبینی شگفتی تو رو سورپرایز میکنه. وقتی سرتو میکنی زیر آب، زیر اقیانوس رو میبینی چند میلیارد جاندار زنده زیر آب هستن، تو اصلا نمیدونستی اینا چقدر قشنگ دارن با هم دیگه تبادل میکنن. تو یاد میگیری ازش. وقتی میری دنیا رو میبینی تو یاد میگیری از دنیا. اینا به تو کمک میکنه. پس خوب گوش کردن یه تکنیک داره. اولش باید هدف داشته باشی. هدفت چیه تو این جلسه نشستی؟ من هدفم رشده. این به نفع خودمه، به نفع شما هم هست. میگه یه چیزی رو واسه خودت انتخاب کن که بتونی واسه 8 میلیارد دیگه هم انتخاب کنی که اگه اونا پس دادنش خودت دریافتش کردی خیلی خوشحال شی. من عاشق اینم شما هدف منو قبول نکنید، پس بدید.
پس بده، خودم رشد میکنم. این هدف اینقدر جذابه برای من. با هر کی به اشتراکش میذارم میگه نمیخوام، میگم قبول، بده به خودم. من با عشق میرم اینو به بقیه هدیه میدم، چون چیزی ازم کم نمیکنه. ولی اگه بهم برش گردونن خیلی خوشحال میشم، به نفهمه. پس رشد خوبه، جواب میده. رشد تو همین چند دقیقه به شما کمک کرد همه تنگناهای زندگی تو فراموش کنی. تو همین چند دقیقه تو رها شدی. همین که به رشد فکر کردی انقدر به انرژی داد، رها شدی از گذشته، از آینده، از سختی ها، از چالش ها. چه قابلیت قدرتمندی داره خوب گوش کردن. فکر کن 24 ساعت تو بتونی این شکلی خودتو نگه داری. یعنی بدونی هدفت از این که داری با یکی حرف میزنی چیه. همین هدفت از این که رفتی یک جای چیه؟ چرا اون جایی؟ از خودت سوال کن. حالا رشد، من برای رشد کردنم کم کم متوجه میشم یه فرایندی رو باید طی کنم دیگه. مثلا من هدفم اینه که به درآمد 100 میلیون برسم، باید مهارتش رو یاد بگیرم. پس اگه میام تو این جلسه گوشامو تیز میکنم، دارم تکنیک خیلی عجیبی رو بهتون بچه‌ها یاد میدم. من خودم برای یادگیری این تکنیک 6 سال دارم سخت تلاش میکنم. دارم ثمره 6 سال زندگیمو به تو این جلسه میگم. یعنی اگه به خودم باشه، فقط میخوام جای من باشی ببینم حاضری چشتو معامله کنی با کسی. من زندگیمو دارم بهت یاد میدم، میخوام قدرشو بدونی. حاضری تو چشتو بدی به یکی دیگه؟ حاضری کلیتو بدی به یکی دیگه؟ من زندگیمو دارم بهت میدم. یه حرف همینجوری از تو کتاب نخوندم واسه تعریف کنم. زندگیمه. زندگی یک انسان نمیشه روش قیمت بذاری. عضو بدنمون میلیاردی میارزه. 1000 تا کارخونه بزنی نمیتونی یه کار ناخن تو انجام بده. من دارم در مورد زندگیم باهاتون حرف میزنم. خوب گوش کنید دارم بهتون چی میگم. 5 تا انگشتت هم گوش کن. وقتی هدفتو مشخص کردی، یه کار سخت رو بعد از پسش برمی. نظر شخصی تو بذاری کنار. خوب گوش کردن یعنی اگه حرفای منو داری میشنوی، فقط نظر شخصی تو بذار کنار، ببین کجاهاش به رشد تو کمک میکنه، اونو باید انجام بدی. چه مانع داری، چه خوشت اومد، چه متنفر بودی، چه نبودی. خوب گوش کردن دقیقاً به تو میگه مشکلت کجاست. عجیب ترین راز خوب گوش کردن اینه که بهت میگه کدوم الگوی تو مشکل داره. بذار مثال بزنم واسهتون. مثلا من به طرف میگم برای اینکه بعد عضو کالج چی، بعد $150 پول بدی، میشه 8 میلیون و 500. سریع نظر شخصیش میاد 8 میلیون و 500 گرونه. این نظر شخصی. تو داری نظر میدی. نظر نباید بدی. در مورد خوب گوش کردن این کار سختشه. نظر نباید بدی. فقط باید انجامش بدی. اینایی که خوب گوش میکنن میفهمن چه کارهایی رو باید انجام بدن. انقدر اون کار رو انجام میده بالاخره نتیجه میگیره. اصلا ما آدم موفقی جز این تکنیک نداریم تو خوب گوش کردن داره ازش رشد میکشه. انقدر اونا با خوب گوش کردن دارن پول در میارن، هیچ کی دیگه اونقدر پول در نمیاره. تو فروش مثال بزنم. طرف میگه من مشکلم اینه که نمیتونم برای خودم لباس قشنگی انتخاب کنم، همیشه لباسای گوشاد رو انتخاب میکنم، میرم خونه پشیمونم. نظر شخصی من چیه؟ به نظر من که لباساش خوبه، ولی نظر شخصی من مهم نیست. من به حرف اون خوب گوش میکنم، میفهمم مشکلش کجاست، بهش پیشنهاد میدم. میگم ببین این لباس از این سایزی که تو تنته جمع تره، اینو بهت پیشنهاد میکنم. میگه همینو میخوام. حالا فروشنده‌ای که فکر میکنه از دیدگاه خودش داره کار خیرم انجام میده، میگه آقا شما نیاز به لباس نداری،
شما پیراهنت خیلی خوشگله، اصلا اشتباه شروع میکنه اونو قانع میکنه که نظر خودشو قبول کنه. بابا اون نیومده پیش تو نظر تو رو زندگی کنه، اون نظر خودشو داره. به نظر بقیه باید احترام بذاری. کالج شبکه IPS، شبکه نوری IPS قیمتش 8.5 میلیون تومنه. دیگه باید بهش احترام بذاری. تو نمیتونی اعتراض کنی، نمیتونی پیشنهاد بدی، تو بالا بری، پایین بری، چپ بری، راست بری، خودت کالج بزن، قیمتش بذار 2 میلیون. اگه نمیزنی نظر نده. سخته بچه، این انقدر سخته، انقدر سخته، انقدر سخته، انقدر سخته، همه زیرش میمونن. این سخته که طرف رشد نمیکنه، نظر شخصیشو نمیتونه جلوشو بگیره. هدف گذاشته ولی بین هدفش و نظر شخصیش همش به نظر شخصیش گوش میکنه. هدفش رشده ولی حرف نظر شخصیشو گوش میکنه. کل باگ قضیه اینه. فهمیدیش؟ یه عمر طول میکشه درکش کن. بعد بیاییم با هم تستش کنیم. همینو باید توش اوستاشیم. بیاییم با هم یه مثال دیگه بزنیم. میخوام قشنگ با تفکر 5 بعدی بهتون یاد بدم. این تو تکنیکیه که من تو هک مخصوص تو بالای کالج یاد میدم. این تو ترم 1 و 2 هم به کسی یادش نمیدم. مال ترم 3 به بعده. چند تا از بچه‌ها که تو این جمع هستن تو ترم 2 هستن، میدونن این اطلاعات جدیده. این تو کالج هم نیست، از قلبش داره میاد. این مال قلب کالجه. من دارم آدرس جایی بهت میدم قرار 3 سالش برسه. تفکر 5 بعدی. تفکر 5 بعدی یعنی چی؟ ببینید ما تو دنیایی که داریم زندگی میکنیم بهش میگن 3 بعدی، چون طول و عرض و ارتفاع داره. ریاضی با هم دیگه صحبت کنیم. میگم دفترتون یک نقطه بزنید، یه نقطه خودکار بذار کاغذ بزن نقطه. به اون نقطه میگن یک بعدی، چون هیچ وری نداره، بی بعده، یک بعد داره، نقطه. حالا 10 تا نقطه رو کنار هم دیگه نزدیک به هم دیگه بکش، بعد به هم وصلشون کن، میشه خط. ما به خط میگیم 2 بعدی. میشه باهاش طول و عرض ساخت، میشه باهاش مثلث ساخت، مربع ساخت، دایره ساخت. اگه دنیای ما 2 بعدی بود، شما عقب جلو بودن دست من الان تو تصویر تشخیص نمیدادید، چون ما این عمقشو که این جلوتره این عقب‌تره رو داریم با چی تشخیص میدیم؟ به جز طول و عرض داریم با زاویه دادن تشخیص میدیم. 10 تا خط رو تو هم دیگه قالب کنی، 10 تا مربع رو تو هم دیگه بذاری، میشه مکعب، میشه 3 بعدی، فرم میگیره، عمق پیدا میکنه. میگه این دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم 3 بعدیه، چون همه چی همین شکلیه دیگه. این لیوان استوانه است، میز مکعبه، خونه مکعبه، من بدنم استوانه‌ام. کسایی که نقاشی و هنر بلدن میدونن که با قوانین هندسه میشه آدم کشید و تو نقاشی 3 بعدیش کرد. نقاشی کاغذ صاف 2 بعدیه ولی توش یه جوری نقاشی میکنه من برجستگی چشم و بینی رو تشخیص میدم، بهش میگن 3 بعدی شدن. حالا 5 بعدی یعنی چی؟ بعد 4 زمانه که ما نمیبینیمش، فقط حرکتش رو متوجه میشه. بعد 5 معنای این دنیا. این دنیا از کجا شروع شده؟ به ما گفتن خدا دست داره، پا داره، سر داره، انسانه یا نه مثلا یه موجود غول‌پیکر تو آسمونا نشسته. خدا چیه؟ عالم معنا عالمیه که تو میتونی اونجا بری در مورد خدا تحقیق کنی. اگه داری جای دیگه در مورد خدا تحقیق میکنی الکی داری تحقیق میکنی، چون اصلا خدا اونجا نیست. اینها همش توسط خدا خلق شده. بعد 4 و بعد 3، بعد 2، بعد 1 خالق داره. بعد 5 خالق نداره، خودش خداست، عالم معناست. بعد واردش چی؟ معناشه واسط. به این سادگی هم به کسی یاد نمیدن.
از اینش بگذریم. میخوام تفکر معنادار رو بهتون بگم. ما بهش میگیم تفکر 5 بعدی. تفکر 5 بعدی یعنی چی؟ تمام افرادی که فقط یه بار کافیه تو تفکر 5 بعدی رو تست کنی، تستش و نتیجهش رو ببینی، یه بار تست کنی متوجه حرفم میشی. تمام افرادی که تفکر معنادار رو میفهمن اینو متوجه میشن که اگر این لیوان خلق شده در دنیا اول لیوان نبوده بعد ایده یه لیوان ساخته شه، اول ایده بوده یه معنا بوده بعد لیوان ساخته شده. هرچی ما تو دنیامون داریم قبلش تو عالم معنا بوده بعد اومده تو عالم نامرئی، سه بعدی شده، شکل گرفته، فرم گرفته. اینا همش خالق داره. مغز انسان وصل به ذهن انسان و ما تو ذهنمون عالم معنا رو میتونیم تجربه کنیم. من میتونم به تلویزیون فکر کنم، برم تلویزیون اختراع کنم. آیا من دقیقاً میدونستم تو عالم معنا چی میخوام که شد تلویزیون؟ بله. اگه ندونی نمیشه اینجوری یه دفعی بشه. عالم معنا عالمیه که ثروتمندا یاد گرفتن ازش استفاده میکنن، ولی به خاطر اینکه ما آدم معمولی ها رو کنترل کنن اینو ربطش دادن به مذهب و ربطش دادن به دینداری. گفتن اگه تو دیندار بدی باشی، اگه تو آدم فلانی باشی، نباید به اینجور چیزا فکر کنی، اینا کفره. اگه بری وارد اینا بشی باید بری حوزه، باید بری فلسفه بگذرونی، ترسوندنمون. بعد اونایی که رفتن حوزه رو انقدر آدمای ضعیفی کردن که من اونایی که رفتن حوزه رو میبینم ازشون متنفرم، اصلا سمت این اطلاعات نمیرن. تا میگیم عالم معنا خدا، یاد روحانی محلمون میفتیم، یاد شیخ محلمون میفتیم، قضاوت میاد سراغمون، دیگه ولش میکنیم، دنبال قضیه نمیریم. ولی صحبته که من دارم باتون میکنم دینی نیست بچه‌ها، معناداره. داریم در مورد چیزی صحبت میکنیم که قلبمون داره باش کار میکنه، روح، عالم معنا. تفکر 5 بعدی چی میگه؟ یه خانم خونه‌دار رو میخوایم با هم دیگه آدرسشو تو مغزمون سرچ کنیم ببینیم خونه‌دار تو مغز ما یعنی چی. میخوام ببرم تو عالم معنا، با هم همین الان تستش کنیم. یا آشپزخونه رو به یاد بیار. تو آشپزخونه چیه؟ لوازم آشپزخونه. میشه چند تا لوازم رو نام ببری تو ذهنت؟ مثلا قابلمه هست، ادویه ها هست، گاز، یخچال، ظرفشویی. آشپزخونه رو بیار تو ذهن. الان یه تصویر تو ذهنت داری، اونجا اسمش عالم معنا. اون محدوده‌ای که تو داری الان آشپزخونه رو تصور میکنی عالم معنا. حالا یه خانومی که تو اون آشپزخونه به عنوان خانوم خونه دار تو ذهنت میاد، اون هم تصور کن. یه خانومی که توی اون آشپزخونه داره کار انجام میده، یا همسرته، یا مادرته، یا دوستته، پارتنرته، خالت، زنموت، نمیدونم، دوست دخترته، هر کی تو ذهنت میاد، یه بازیگر میاد تو ذهنت، هر کی که هست. اون خانومی که به ذهنت اومد کیه؟ اسمشو بنویس تو کاغذ. میخوام بنویسی کی رو اومد تو ذهنت. اون خانومی که تو ذهنت میاد کیه؟ اون خانوم آیا الان اینجا جلوت بود داشتی بهش فکر میکردی؟ نه. کجا داشتی بهش فکر میکردی؟ تو داشتی واقعیت یک زن رو و واقعیت آشپزخونه رو بدون اینکه واقعی باشن واقعی تصور میکردی. اینو متوجه میشید؟ ما میگیم عالم معنا. تفکر 5 بعدی چی میگه؟ میگه همه ما یک بخش از وجودمون وقتی میتونیم یه چیزی رو تصور کنیم شبیه اونجا میشه.
تونستی آشپزخونه و یه خانم خونه دار رو تصور کنی، یه اسم آوردی بود کاغذ، اون اسمی که نوشتی هویت اون خانم. تو تا زمانی که الگوهای مغزیت با اون هویت همزاد پنداری نکنی، یعنی اونو قبول نکنه، نمیتونی بهش فکر کنی، تو عالم معنا نمیتونی وارد شی. یعنی من، هر کدوم از ماها وقتی تونستیم به یک خانم تو آشپزخونه فکر کنیم، ما یک من خانه‌دار در خودمون داریم که شبیه اون خانوم است، بخشی از وجود من. حالا چند تا آدم و این شکلی تو خیال تصور میتونی بکنی، تو شبیه همه اونا هستی. حالا یه سال 5 سال دیگه میخوای شبیه کی باشی؟ سری مثل همون آشپزخونه دور چینده شد آدمه رو دیدی؟ مثل همون خانم خونه داره. اگه نتونستی تصورش کنی، یعنی تو در عالم معنا آینده خودت رو هیچ معنایی واسش نداری. حالا یه خبر دیگر رو بهتون بدم. خانم خوندار از لحاظ مالی وقتی اسمش میاد تو ذهن تو چی میاد؟ یعنی خانم خوندار با چقدر پول میاد تو ذهنت؟ معمولا خانوما خوندار درآمد ندارن. اینو باور داری دیگه، این یه چیز عمومیه، تو جامعه هست. وقتی بخشی از تو شبیه خانم خونه داره، حالا صبح تا شب برو کار کن، تو الگو و چارچوب خانم خونه داری، خانم خونه دار نیستی. ما به این میگیم تفکر 5 بعدی. با الگوی خانم خونه دار مغز تو باورمنده که خانم خونه دار درآمد نداره. حالا من چند تا از این الگوها تو مغزم دارم، چند تا از این چارچوبا تو مغزم دارم. هممون بین 100 تا 300 تا از این چارچوبها داریم که شبیه آدمهای دیگه داریم زندگی میکنیم. اصلا من ایمان رو زندگی نمی کنم. من یا مامان ایمان رو دارم زندگی میکنم، یا بابای ایمان رو دارم زندگی میکنم، یا پسر خاله ایمان رو دارم زندگی میکنم، یا کاراکتری که ایمان تو فیلم سینمایی تو بچگیش دید رو دارم زندگی میکنم، یا دارم حشمت پهلوان رو زندگی میکنم، یا دارم ایکس رو زندگی میکنم. من همش دارم الگوهای بقیه رو زندگی میکنم، معنای اونا رو بلدم. مغزم الگوی خانم خوندار داره. خانم خوندار تو جامعه ما چقدر درآمد میتونه داشته باشه؟ عمق جامعه ما اینه که خانم خوندار درآمد نداره. یه زمین کشاورزی رو تصور کنید. یه پیرمرد که اونجا داره تو اون زمین کشاورزی بیل میزنه تصور کن. گندما کاشته، داره همه گندماشو درو میکنه. تونستی تصور کنی دیگه؟ یه کشاورز این شکلی تو ذهن تو وقتی یادت میاد، یاد چه اسمی میفتی؟ اون اسمی که یادش میفتی، اون آدمی که یادش میفته، تو هویت اون و چارچوب‌های فکری اونو داری. تو داری اونو زندگی میکنی. اون آدم تو زندگی تو چقدر پول داره، چقدر آسایش رو تجربه کرده، چقدر میتونه بره مسافرت، چقدر خوشی دیده تو دنیا، چقدر رابطه خوب داشته. تو همون بخشی که اونو تجربه کرده، اون داره اون شکلی زندگی میکنه، چارچوب‌های اونو تو مغز خودت داری معنا میکنی که تونستی بهش فکر کنی. امروز دانشمندان متوجه شدن الکترون ها بر اساس دنیای معنا حرکت میکنن. یعنی هر چیزی که تو دنیای من و تو هست، دنیای مادی موجودی حساب بانکیت، اون داره بر اساس عالم معنای تو اون شکلی خودشو نشون میده.
عالم معنای تو مهمه و تو اصلا عالم معناتو نمیدونی چه معنایی داره. اونایی که بلدن برای تو معنا بسازن معنا ساختن و تو با الگوهای تربیتی تبدیل شده به موجود اجتماعی. موجود اجتماعی موجودیه که برای کشورها مفیده، چون بله قربان چشم قربانه. شاید در ظاهر هم این شکلی نباشه ولی نتیجه زندگیش بله قربان چشم قربانه. به شرایط تسلیم میشه، رشد نمیکنه. چجوری میتونیم بچه‌ها اینو بشکنیمش؟ این عالم معنا رو چجوری میشه هک کرد؟ ما به این میگیم هک مغز. من 6 ساعت دقیق با جزئیات، انقدر دقیق و با جزئیات فایل هک مغز رو ضبط کردم که الان تا به همین امروز فکر کنم 100 بار از اول گوشش کردم، یک بار حاضر نشدم یک کلمه‌شو حذف کنم یا حتی یک کلمه بهش اضافه کنم. چقدر این فایل دقیق ضبط شده. من هر بار گوشش کردم دیدم هیچ چیش نمیخواد دستکارشه. من بمیرم میراث همه. ایمان تبدیل شده به این 6 تا فایل. خودم رو تبدیل کردم به اون، معنام کردم، معنای هک مغز اونجا واسه باز کردم. قشنگ بهت میگم باید چی کار کنی. تازه هک مغز فقط 6 جلسه اول ترم 1. ما 80 تا جلسه تو ترم 1 داریم. شغلت چیه؟ اینجوری بذار ازت بپرسم، تو چه محیطی زندگی میکنی؟ مساحت خونت آیا اجاره نشینیه یا خریدیش؟ چند خوابه است؟ لوازم خونت مال چند سال پیشه؟ ماشین زیر پات، موجودی حساب بانکیت، همسرت، پارتنرت و آدمایی که در طول روز میبینی. اگه کارمندی تو محیط کارمندیت، همکارات، ارباب رجوع. اگه خودت خویش فرمایی تو محیط شغلت، همکارات و ارباب رجوع. اگه کارآفرینی، همکارات، شرکات، مشتریات، کارمندات. هر کی که میاد تو ذهنت. تواناییات چیه؟ چی کاری بلدی خوب انجام بدی؟ املت بلدم خوب درست کنم، قهوه خوب درست میکنم، قرمه سبزی خوب درست میکنم، صدام خوبه، نقاشیم خوبه، دست به آچارم، نجارم. هر چی که مهارت داری. ارزش‌های وجودیت، به چی اعتقاد داری؟ تمام اعتقاداتت. به خدا اعتقاد داری، به خانوادت اعتقاد داری، به ناموس اعتقاد داری، به انصاف اعتقاد داری، به حرام و حلال اعتقاد داری، به چی اعتقاد داری؟ همه اینها همشو ما توی ذهن پورساز میایم دونه دونه عالم معناش رو دستکاری میکنیم. دونه دونه شو اول چک میکنیم. دقیقاً من بهت یاد میدم تو چی جوری تمرین کنی معنای اونو بفهمی. اگه معناش تو رو به رشد میرسون نگهش میداریم. اگر تو عالم معنا برای رشد تو مضر بود اونو خطش میزنیم، چون برای تو مضر. شاید باید بغل دستیت خوب باشه. 40 روز اول ما میایم تو کالج دستکاری میکنیم عالم معنا رو. چرا؟ یه دلیل واقعی داره واسش. میدونم همتون به خاطر همون اینجا نشستیم. هیچ دلیل دیگه نداره اینجا اومدنتون. به جز اون هدفی که با هم دیگه اولش گذاشتیم. تو میخوای یه کاری کنی آینده تحت کنترلت شه دیگه. دردت همینه دیگه. میخوای یه کاری کنی فردا اونجوری بشه که تو میخوای. درد هممون همینه. در به در همینیم. که بابا من 30 ساله، 40 سالمه، 20 سالمه، 50 سالمه، 60 سالمه، پوستم کنده شد، هر کار کردم نتونستم اینو کنترل کنم. این ورشو میگیرم این ورش در میره، این ورشو میگیرم این ورش در میره. من چرا به زندگیم نمیرسم؟
نمیتونم پول جمع کنم یه خونه بخرم، نمیتونم پول جمع کنم یه مسافرت من 5 تا کشور رو ببینم. من نمیتونم برم تو یک آسایشگاه یه بچه رو آرزوشو برآورده کنم، یه اسباب بازی که اون میخواد بخرم. من هیچ کاری نمیتونم تو زندگیم انجام بدم. همون به خاطر همین اینجا اومدیم دیگه. من واسه شما ارزش زیادی قائلم، چون مخاطب خودم و همینجوری از همه جا جمع نمیدم. من اصلا وعده الکی ندادم بیا اینجا بشینی، خودت اومدی. حالا بچه‌هایی که منو میشناسن یکم بیشتر با هم دیگه دوست شیم متوجه میشین که من یکم اصلا رفتارم برنده است. اصلا یه کاری میکنم بری، نمیذارم زیاد بمونی. یا نشو با فیل بانان هم نشین، یا مهیا کن بنای بد فیل. یکم من جای بزرگ شدم بچه‌ها، خیلی سخت بزرگ شدم. اگه شما اونجا بزرگ میشدین شاید از من بدتر میشدین، نمیدونم. ولی من یکم بد دهنم متاسفانه، نمیتونم درستش کنم. بخوام درستش کنم بعد ادا در بیارم، راست و حسینیشو بخوام بگم. من از ادا در آوردن میخوام کلا پرهیز کنم. کلا رویای ما اینه یه دنیایی بسازیم توش هر کار دلمون میخواد بتونیم بکنیم، نه کارهای بدا. من منظورم در مسیر رشد و تعالیه. حداقل برای رشد هر کاری بخوایم بتونیم بکنیم، همین یه دونه. من حالا در مورد بقیه سوء استفاده این دنیا کاری ندارم. اصلا امیدوارم تو این دنیا فضایی نباشه کسی سوء استفاده کنه، اولین اشتباه آخرین اشتباهش بشه. احتمالاً به خاطر همینم خدا نشدم، چون خدا میشدم مثل موجودات میموردن. خداوند خیلی از من صبورتره. من واسم شما خیلی با ارزشین که اینجا نشستین، چون تو دنبال تغییری، تو میخوای آینده رو دستکاری کنی. از کجا ما میتونیم جواب این سوال رو پیدا کنیم؟ چه جوری آینده رو دستکاری کنیم؟ تفکر 5 بعدی جوابشه بچه. میگه تو دنیای 3 بعدی هرچی ساخته شده قبلش معنا داشته. میخوام واسه تو یکم عالم معنا بیشتر باز کنم. لطفاً به یک پر کفتر فکر کنید. پر یک کبوتر. تو فیلم ها دیدین با پر کبوتر می نویسن؟ به یه قلم چوبی هم فکر کنید. یه پر کبوتر، یه قلم چوبی. به این خودکار تو دست منم فکر کنید. خودکار. به کیبورد گوشیت هم فکر کن که میتونی باش بنویسی. اینا هر 4 تاش داره یه کار میکنه، قبول داری؟ یه معنا داره. فرمش عوض شده، میخواد یه کار انجام بده. من و شما هرچی تو زندگیمون داریم تجربه میکنیم میخواد ما رو به خدا برسونه، ولی ما دستمون بازه مدلایی رو انتخاب کنیم که من میپسندم. این ارادهشو به انسان داده، به سنگ این اراده رو نداده. سنگ همیشه، حلزون هم همیشه حلزونه، درخت هم همیشه درخته. ولی انسان میتونه جاشو عوض کنه، معنا رو بعد عوض کنه که جات عوض شه. و الا تو نفرت تو وجودت باشه برو اصلا بهشت، چه فرقی میکنه؟ تو هم متنفری از همه چی، حالت بد میشه. معنا رو بعد عوض کنی. تو خانوم خونه‌دار رو بهش باورمند باش، چارچوب های خانوم خونه‌دار رو داشته باش، صبح تا شب کار کن. همه بیت کوین های دنیا هم بدن به تو ورشکست میشی دوباره. این تست شده است. آمریکا سالی یه بار به یه نفر $1,000,000 هدیه میدن، تو لاتاری برنده میشه. 95% کسانی که در لاتاری برنده میشن طی 5 سال کل $1,000,000 پول از دست میدن. من و شما الان فکر میکنیم اگه همه پولا رو بذارن وسط تقسیم بشه بین همه آدمای دنیا چی میشه؟ مگه بیت کوین از اول نیومد همه رو میتونستیم بخریمش؟ چرا نخریدیم؟ دیدی هیچ چی نمیشه؟ هر فرصتی بیاد تو استفاده نمیکنی. تو اصلا تو اون درجه نیستی اون فرصت به تو برسه. تموم که میشه تازه به تو میگن. عالم معنا تعیین میکنه تو کی کدوم خبر رو بشنوی.
تفکر 5 بعدی چی میگه؟ میگه وقتی میشه معنا رو عوض کرد، دنیا رو عوض کرد، پس من اگه معنای خودم رو امروز عوض کنم، آیندم شبیه معنای امروزم میشه. چون همین الان دارم آینده رو تجربه میکنم که 1 سال پیش این آینده وجود نداشت. بر اساس معنای 1 سال پیش من امروز اینجا. همش هم دست ما نیست، تا حکمت خدا هم هست، ولی تو باید درس بگیری. تو دوره در معجزات هلن شوکمان که یک کتاب 5 بعدی نوشته در مورد تفکر 5 بعدی صحبت میکنه. این کتاب نمیشه تو یه روز خوند، حتما باید تو 365 روز خوند. حتما باید روزی واسش وقت بذاری. 365 تا تمرین داره، روزی یه دونه تمرین. اگه بیشتر هم انجام بدی میگه قبول نیست، بعد از اول انجام بدی. فقط روزی یه دونه. وقتی این روزی یه دونه تمرینای این کتاب رو انجام میدی، تمرینات فکر کنم 270 89 میشه. میگه من از همه تجربه‌ام یه درس میخوام یاد بگیرم که اون تجربه تلخه، دوستش ندارم، ولی درس رو دوست دارم. خداوندا درس تجربیات رو به من بده، تجربه رو بگیر. من بعضی چیزایی تو زندگیمون باید تجربه کنیم که درس بگیریم. اونا باید درسش رو بگیری، یاد بگیری، محبت. بقیهش معناش به خودت برمیگرده. بقیهش پای تو وسطه. حالا یکی به من میگه چقدر طول میکشه من معنای خودم رو بفهمم؟ ما بچه‌ها هر 90 روز یک بار کل سیستم بدن بر اساس معنامون طراحی میشه. اینو دانشمندا تو آزمایشگاه فهمیدن. در سال ما 4 بار کل بدنمون میمیره، دوباره به دنیا میاد. همه اجزاش از اول، سلول به سلول، هر 90 روز یک بار. شما وقتی عضو کالج میشین تو 1 سال اول، ما 4 تا 90 روز فرصت داریم معنا رو دستکاری کنیم که تو 90 روز بعدی نتیجه 90 روز قبلیمون رو بسنجیم. و شما برای اینکه این کار رو انجام بدین، من خودم کنارتونم، دونه دونه باهاتون این کار رو میکنم. دونه دونه. اصلا تو تنها نیستی، یه مربی داری تو مسیر باهات میاد. دوستانی که صدا واسه شما وصل میشه به خاطر فیلتر شکن‌ها یا سرعت اینترنتتونه. ما باید متوجه شیم. الان صدا تصویرم خوبه؟ الان صدا تصویر من داری بچه‌ها؟ کنید.
خب دوستان تایید کنید، صدا تصویرم خوبه؟ حستون رو نسبت به اینترنت خوب کنید، دوستش داشته باشین. بابت این که میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم دوستش داشته باشین. حالا چند دقیقه هم بچه اب نداره. 100 سال پیش واسه همچین جلسه ای که 50 نفر آدم 40 نفر دور هم دیگه جمع بشن ماها بعد رو شطور میشستیم. خب بچه ها، تفکر 5 بعدی یک آموزش نیست. من الان 2 دقیقه کامل بتونم توضیح بدم، 1 ساعت با هم دیگه حرف بزنیم امیدوار باشیم من کل مطلب رو بهتون انتقال بدم. من فقط میتونم به واقعا شروع کردیم. بچه انا وصلم. الان صدا و تصویر منو داریم؟ خب اگه الان وصل شدم همه تایید کنید. مرسی. اوکی متشکرم. من طرف اینترنت از شما معذرخواهی میکنم، ببخشید. کلا هم موقع جلسات ما به جای حساسش میرسه نت میره، یا ما ظرفیتمون کمه یا اونا ظرفیتشون کمه. حالا از کی گله کنی نمیدونم. خب یه رفرش هم شدیم. ما تو ترم اول یه برنامه داریم برای تفکر 5 بعدی. میگیم اول انسان باید بفهمه چارچوب‌های ذهنی شبیه کیه. برای اینکه اینو ما متوجه شیم هر 90 روز دستکاریایی که انجام میدیم تو 90 روز بعد چون نشون میده. ما توی 1 سال 4 بار 90 روز دستکاری میکنیم، اونو تست میگیریم.
بچه ها صدا تصویر من وصله؟ اوکی. ببخشید من یک 10 ثانیه فکر کنم میکروفونم بسته بود. ما برنامه‌ای که تو کالج طراحی کردیم در طول 1 سال 4 بار وقت داریم، یعنی 4 بار ما تست میکنیم. هر 90 روز چارچوب هامون رو دستکاری میکنیم، معناشو عوض میکنیم، ببینیم نتایجی که تو زندگیمون اتفاق میفته کدوماشو دوست داریم، باز کدوماشو دوست نداریم، تا بالاخره به برنامه مورد علاقه خودمون برسیم، به اون معنایی که برای من مناسبه. برای ایمان چی مناسبه؟ اون احتمالاً برای بقیه مناسب نیست. شاید 80% برای بقیه مناسب باشه. 20% دیگهش طرف باید خودش برای خودش یک معنای پیدا کنه. اون مدلش با من فرق میکنه. من ماهیگیری رو بهتون یاد میدم، ماهی دستتون نمیدم. در مورد یه برنامه صحبت نمیکنم بیا این برنامه رو بگیر پولدار شد. نه، من به برنامه سازی رو یاد میدم، چجوری برنامه تو خودت دستکاری کنی. شما در نظر بگین یه فردی که هیچ درآمدی نداره این برنامه‌ای که من توضیح میدم چه کمکی بهش میکنه؟ خودتو جایگزین کن تو این برنامه، ببین نقش تو چیه، خروجی تو بعد از 1 سال چه اتفاقی واسط میفته. از لحظه‌ای که ثبت نام میکنی 12 ماه میشه 1 سال پیش روت، تقسیم میشه به 4 تا 90 روز. 90 روز اول اگر هنری داری ولی درآمد نداری، اگه آدم بی هنری هستی، تا زمانی که هنرتو پیدا کنی اون خودش یک زمانی میبره. من نمیدونم تو الگوی هنر پیدا کردنت که یه هنری پیدا کنی، یک علاقه پیدا کنی، یه استعدادی رو پیدا کنی بخوای زندگیش کنی، شبیه یه کاری بشی، یه الگوی زندگی کنی، یه کسب و کاری، یه محصولی، هرچی، یه هنری باید داشته باشی. اگه هیچ هنری نداری جزء این برنامه‌ای که میگم نیستی. تو شاید 1 سال، 6 ماه، 2 سال بعد تو کالج باشی تازه هنرتو پیدا کنی. متاسفانه خبر بد واسه تو اینه که اوضاع بریخته. میخوای قبولش کن، میخوای قبولش نکنی، اگه هیچ هنری نداری اوضاع بریخته. آدم بی هنر فقط میتونه برای بقیه کار کنه، واسه خودش نمیتونه کاری انجام بده. یه هنری باید تو زندگیت داشته باشی، باید بخوای یه کاری بکنی. حالا هنر داری ولی درآمد نداری، هی میخوای یه کاری بکنی ولی هیچ درآمدی نداری، صفر. تو 90 روز اول ما میایم دستکاری میکنیم معنا رو تو مغز ما. بین 5 تا 10 میلیون درآمد کسب کنی از هنرت، ببینی اصلا مزه پول با هنر تو چجوریه، چه حسی بهت میده. حالا من دلاریش میگم $100 $200. این چیزی که تست شده است، ما تو کالج تستش کردیم، من خودم انجامش دادم و با چند تا از بچهای کالج هم تستش کردم. گروه قبل از بهمن ما، گروه قبلی که ماه پیش ثبت نام کردن، اونا توی 1 ماه این تست کردن. من دارم میگم 90 روز، این دارم بدبینانه حرف میزنم، ولی ما خوشبینانش تو 30 روز هم دستکاری کردیم. 5 میلیون 10 میلیون از صفر اتفاق افتاده. این 90 روز برای تو طول میکشه. حالا نظر شخصیت اگه بیاد وسط، اینجا به مشکل میخوری. من اینجاش دوست ندارم، من با اینجاش موافق نیستم، به نظر من اینجوری باشه بهتره، اینجاش فلانه. مقاومت ها و نظر شخصی میاد وسط، خراب میکنه کارو. اولین کاری که ما تو کالج میکنیم تو ذهن پولساز 40 روز رو موانع کار میکنیم که تو اصلا نظر شخصی تو بتونی مدیریت کنی. یعنی اگه تنبلی مانعت نشه شکست بخوری. بعضی از پرتوجوها بودن تو کالج به من میگفتن استاد ما یکم دیر میگیریم دیگه از بچگیمون، انقدر به ما گفتن تو خنگی فلانی، من فکر میکنم 10 بار تو بعد یه چیزی رو بخونم. خب اون یکم بیشتر طول میکشه ولی مانعش نمیذاره شکست بخوره. ما کمکش میکنیم با این مانع رد شه. یعنی ما به تمام نقاط ضعف یک جوری نگاه میکنیم تو این 90 روز و یه جوری تمریناتی انجام میدیم که اون نقطه ضعف عامل شکست تو نشه. نهایتا کشتیت سولاخه، اوکی، چوب پنبه میکنیم توش، نمیذاریم غرق شی.
باگ اصلی رشد کردن اینجاست. همه توی موانع خودشون به دام میافتن، ولی که مسیر رشد کردن یه مسیر پروسه است دیگه. 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال طی میکنن موفق میشن. چرا هیچکی از این مسیر جون سالم به در نمیبره؟ به قول معروف تو مقدمه همه شهید میشن. هفته اول باشگاه، ماه اول باشگاه، دیگه ماه دوم بیخیال. رژیم بعد بیخیال. هدف میذاره به 10 برابر برسونه درآمدشو، بعد کم کم عادی میشه بیخیال. تو 14 15 سالگی میخواد هلیکوپتر بخره، تو 20 سالگی میخواد ماشین بخره، تو 40 50 سالگی میرسه به یه ساعت و به یه لباس، بعد دیگه 50 60 سالگی مثل پدرها میشه زیرپوش و جوراب. دیگه از خودش فراموش میکنه. دیگه اصلا نمیتونه کاری بکنه، زورش نمیرسه. من این حقیقت رو با پوست و گوشت و استخونم تجربهش کردم. زندگی اگه هنری نداشته باشی و چارچوبات رو دستکاری نکنی، کاری میکنه که واسه خودت هیچ کار نتونی بکنی. برده میشی. برده الگوهای بقیه که واسه بقیه هم سودی نداره. یعنی تو مثلا الگوی خانه‌دار بودن رو تو ذهنت داری با خودت و شبیه یه خانم خانه‌دار کارایی انجام میدی که هیچ وقت به درآمد نرسی. هیچ سودی هم واسه هیچکی نداره. حالا خانم خانه‌دار رو تو پرانتز بنویس پدر شرافتمندم، بنویس مادر دوست داشتنیم، بنویس برادرم، بنویس فیلم‌های تلویزیونی، بنویس مدرسه، دانشگاه، معلما. تو شبیه اونا شدی، چارچوب‌های اونا رو داری. اگر هنر داشته باشی، ما تو 90 روز اول کمکت میکنیم 5 تا 10 میلیون. حالا بعضیا مقاومتاشون سطح پلاس داره، یعنی دیگه اسطوره مقاومت، استاد مقاومته. منفی باف، حسود، قضاوتگر، بدبین، ذهنیتش فقط جلو پاشو میبینه، امروزشو میبینه، اصلا به آینده فکر نمیکنه، حتی دروغ میگه، چی به خودش چی به بقیه، ناشکری میکنه، آدم قرقوریه، دنیا رو مقصر میدونه، حکومت رو مقصر میدونه، برادران و آقا و امام و پیغمبر رو مقصر میدونه. این آدما دیگه مقاومتاشون 1000%. اینا دیگه بالاترین درجه مقاومتن. اگه تو 90 روز اول مقاومتت نشکست، تو 90 روز دوم مقاومتتو میشکنی. یعنی تمرینات پیشرفته تر میشه که تو بتونی دوباره به این غلبه کنی. هر کسی هم متفاوته. شاید تو 100 نفر 1 نفر اینقدر سخت بشه مقاومتشو شکن. ولی کسی که میخواد رشد کنه، من کنارشم که رشد کنه. مهم نیست چه بلایی سرش اومده، گذشتهش مهم نیست. من میدونم بدبختی که کشیده یک نفر تو گذشتهش باعث میشه نمیذاره در آینده رشد کنه، انتخاب خودش نبوده. چون خودم هم زندگی خیلی بدبختواری داشتم. من همیشه آرزو داشتم شلواری که دوست داشته باشم بخرم. هیچ وقت بابام نتونست واسم بخره، هیچ وقت. من همیشه دوست داشتم دوچرخه، نتونست بخره. گوشی موبایل، نه اینکه نخواد، نمیتونست. اوضاع جامعه ما اینه. اقتصاد در کل دنیا در سخت‌ترین شرایط خودشه. همه کشورها ورشکستن. پول هر روز بی‌ارزش‌تر داره میشه. هر روز همه چی داره گرون میشه. تورم سرعتش از سرعت تکامل انسان بیشتر شده. داره هر روز تورم رشد میکنه. سیب همون سیب دیگه 2 سال پیش با یه 10 تومانی سکه 10 قرونی بهت میدادن، الان با 10,000 تومانی هم بهت نمیدن. باید هی بیشتر کار کنی. من میدونم کسی که میخواد رشد کنه چه سختی‌های پیش روشه. واسه همین چون میخوام کمک کنم و عاشق کمک کردن به آدم‌ها هم اینجا. ولی تو میدونی تو تحمل خودتو نداری. بعد من باید تحملت کنم 90 روز سختیاتو به گردن بگیرم باهات بیام که بتونی این مسیر رو بری. میخوام بفهمی، میخوام کمکت کنم. تو خودت نمیتونی خودت رو 1 ساعت تحمل کنی. انقدر سخت زندگی واسط. دوست داری فقط بگذره. من میخوام تحملت کنم. میخوام مربیت شم.
کار بزرگی میخوام واسه انجام بدم، همون چیزی که یه عمر آرزوشو داشتی، یکی بیاد بهت کمک کنه از اینجا که هستی رشد کنی. اگه هم همچین آرزویی نداشتی و اصلا دنبال تغییر نیستی، اشتباه اومدی اینجا. ولی من فکر می‌کنم کسی اصلا اشتباه اینجا نیست، همتون میدونید چرا اینجایی. تفکر 5 بعدی بعد از 90 روز منو به 5 تا 10 میلیون میرسونه. بعد ما میایم دوباره رو الگوها کار میکنیم، 5 تا 10 میلیون رو 2 برابر میکنیم. یعنی اگه 5 میلیون بودی میکنیمش 10 میلیون، اگه 10 میلیون بودی میکنیمش 20 میلیون. این که بهت وعده میدن تو 1 ماه، تو 2 ماه، تو 3 ماه میلیاردر شی و 30 روز بیا این کارو بکن، 90 روز بیا این کارو بکن، 100 میلیون 200 میلیون پول در میاری، اینا باید پیش نیاز داشته باشی واسش. یک شبه واسه اتفاق نمیفته. تو قبلش تو زندگیت باید یه کارای کرده باشی. اگه اون کارو نکردی اصلا همچین خبرایی نیست. من مسیر رو رفتم، میدونم چجوریه. همه حرفایی که دارم بهت میزنم تجربه است، تو هیچ کتابی پیدا نمی‌کنی. من هر یه دونش سرم خورده به میله به خاطرش، سرم خورده به دیوار به خاطرش، تستش کردم، نقشش رو میدونم. تو 90 روز دوم میشه 180 روز، تو میرسی به 10-20 میلیون. اگه 10 میلیونی میشی 20 میلیونی، اگه 5 میلیونی میشی 10 میلیونی. باز دوباره ما میایم این واقعیت جدید رو با هم دیگه تست میکنیم. بعد تو اونجا تازه دوزاری جا میفته. اونجا میفهمی برای 100 میلیون باید چه کارایی انجام بدی. الان تو نمیدونی برای 100 میلیون در موقع چه کارایی انجام بدی. ایده داری ولی ایده ها تجربی نیست. به خاطر همین وقتی میخوای بری تجربه کنی آزمون و خطا میکنی. و متاسفانه انسان خطاهاش خیلی بیشتره، چون تو دنیای منفی داریم زندگی میکنیم. یعنی نه کسی تشویقمون میکنه، نه کسی حمایتمون میکنه، نه کسی پشتمونه. تازه خدا نکنه بری بگی من هدف دارم، بهت میچسبونن، باید مبارزه هم میکنن، مسخرت میکنن، ناامیدت میکنن، رویا دزدی میکنن، نمیشه ولش کن. مثل فیلم ترومن شو، هر موقع میخواست از شهر خارج شه نمیذاشتن، ناامیدش میکردن. تو 180 روز که این تمرین رو انجام دادیم، بعد تو 90 روز بعدی چه اتفاقی میفته؟ اگه تو 20 میلیونی شده باشی میشه 40 میلیونی. باز با هم دیگه اینو تست میکنیم. حالا ما چرا پول رو تست میکنیم؟ نیت اول من اینه که حداقل امرار و معاشمون رو اوکی کنیم، استقلال مالی برسیم، که اگه میخواستیم پول دوره بدیم به خاطر اینکه پول دوره نداریم نگیم یارو پکیج فروش کلاهبرداره، کلاهبردار نکنیم ملتو، ننگ نچسبونیم به بقیه. اول پولش رو داشته باشیم تو جیبمون که اگه چیزی لازمه بریم بخریمش، توهین نکنیم به کسی، قضاوت نکنیم، چون این باعث میشه جا بمونی. بعد که پولشو داشتی، حالا 2 تا کلاس میری، 2 تا دوره میری، مهارتایی که لازم داری تو کسب و کارتو بیشتر یاد میگیری، باگاتو پیدا میکنی. مثلا میگیم باگ تو دیگه انرژی و چارچوبات نیست، باگ تو بسته‌بندی محصولته. بعد بری پول خرج کنی بسته‌بندیشو خوب کنی. باگ تو کیفیت ارسالته، بعد بری رو اون کار کنی. تو باگ تو پیدا میکنی. بعد متوجه میشی دیگه پول که راضیت کرد، حالا چیزای با ارزش‌تر از پول هم هست، مثل لبخند آدما، شادی، مثل خوبی، مثل محبت کردن، مثل معنویت. و هی آهسته آهسته آماده بیداری میشیم. هی کم کم آماده میشی واسه ترم دوم کالج. واسه ترم دوم میای میگذرونی، چون ترم دوم هزینه ورودش با لینک دعوت $1500 میشه 85 میلیون. این من نیتم اینه کمکت کنم تو 85 میلیون پول داشته باشی، باز بیای پول آموزش بدی. خودم کمکت میکنم به این پول برسی که بتونی باز آموزش حرفه‌ای تری ببینی، چون این مهارت های گرونیه، مجانی جایی پیدا نمیشه. اگه رایگان تو جای دنبال رشدی و اینجور مطالب رو یاد بگیری، کسی بهت نمیده. کسی مجانی زیاد از این اطلاعات در موردش حرف نمیزنه.
نهایتا میشه یه جلسه 1 ساعته که تو با 1 ساعت نمیتونی زندگی تو عوض کنی. تو باید هر روز 1 ساعت در مورد این موضوع آموزش ببینی. ولی بعد از 240 روز تو اگه به 40 میلیون رسیده باشی 2 برابرش میشه چقدر؟ میشه 80 میلیون. بعد به 80 میلیون برسید 2 برابرش میشه چقدر؟ میشه 160 میلیون. فقط یه نکته خوبی اینجا وجود داره، مثل بهمنه. بعد از 4-5 بار تست کردن ظرفیت تو از 2 برابر بیشتر میشه، یک دفعه 10 برابرش میکنی. من درآمدم از 0 تا 10 میلیون تومن 6 ماه طول کشید. اولین بار که داشتم اینو یاد میگرفتم 4 سال پیش. از 10 میلیون تا 35 میلیون تومن 35 روز طول کشید. از 35 میلیون تا 100 میلیون تومن 4 روز طول کشید، 5 روز طول کشید. الگوشو پیدا کردم. بعد ما یه گروهی بودیم، شاگرد یه استادی داشتیم، اینو تمرین میکردیم. بقیه بچه‌ها میگفتن چه رمزی یاد گرفتیم ما یاد نگرفتیم. میگفتم رمز نداره، بعد از چند بار یه دفعه چند برابر میشه، دیگه 2 برابری نیست. مغزت قوی میشه، یهو 10 برابرش میکنی. حالا سادهش کنم، تو اگه یاد بگی 10 میلیون رو چجوری با الگوهای مغزی به دست بیاری، کافیه 10 بار همون کارو بکنی 100 میلیون. 10 تا پروسه داره دیگه، 10 بار اون پروسه رو تکرار کن. شد 100 میلیون. چقدر طول میکشه پروسش؟ همونو 10 بار تکرار بکنی میشه 1 میلیارد. رشدی که تو 5 سال میخواستی انجام بدی رو این شکلی تو کالج ما تو 1 سال انجامش میدیم. صحبت من میدونید چیه؟ صحبت من اینه که بشین به این فکر کن با این راه حل. اگه 1% جواب بده، نمیگم 100%، اگه 1%، چون ما هممون با همین 1% رو پیش بینی میکنیم. همتون اهل پیش بینی هستین دیگه. مثلا الان یه دونه مورچه رو بندازی تو آب سریع پیش بینی میکنیم این احتمالاً میمیره. ما هممون اهل پیش بینیم. هممون یه لباس میخریم میگیم اینو 10 بار بپوشیم دیگه رنگش میره. اهل پیش بینیم. اگه 1% این پیش بینی، بس فقط 1% تو مغزتو میخوام ازش درگیر شی، 99 تاشو ولش کن. اگه 1% بشه، چند تا آرزوتو میتونی با این روش تیک بزنی؟ رو پول اگه تستش کنی جواب بده، رو روابط هم جواب میده. من تستش کردم. من 5 سال با همسرم میخواستیم ازدواج کنیم، خانواده همون نمیذاشتن. شرط و شروط عجیب و غریب. ما 90 روز این تمرین رو انجام دادیم. خود خانواده هامون کاری کردن که ما ازدواج کنیم. خودشون دست بخورد. اصلا دیگه یک جوری اقدام داشتن میکردن. من فقط یکم داشتم میرفتم به سمت اینکه سوء استفاده کنم، یکم درخواست بدم انگار اونا داماد من میخوان بشن تا من داماد اونم. همه چی درست شد. چیزی که 5 سال من به خودم میگفتم خدای راه حلش چیه، چرا ما هر کار میکنیم نمیشه؟ پولشو داریم، شرایطشو داریم، دو طرف اوکی، خانواده چرا نمیشه؟ اصلا چرا این جور نمیشه؟ تو زندگی چند تا چیز داری جور نمیشه، هر کار میکنی نمیشه. اون تو عالم معنا باید دستکاری شه. تو واقعیت سه‌بعدی چیزی نمیتونی عوضش کنی. ما به عالم معنا میگیم دستگاه آپارات، به عالم سه‌بعدی میگیم پرده سینما. فیلم دستگاه آپارات عوض نکنی، حالا هر چقدر پرده رو آتیش بزن، با کلنگ بزن، با توپ بزن، با تانک بزن، هر کار میخوای بکن، فیلم پرده عوض نمیشه. دستگاه آپارات بعد دستکاری شه. 5 بهمن بچه، اول از همه خوش به حالتون.
واقعا خوش به حالتون. من روزی 16 ساعت کار کردم، 1 سال پولامو جمع کردم، یکی بهم این دوره رو یاد داد. تمام طلاهایی که با همسرم با هم دیگه خریده بودیم و فروختم، تمام پسندازام هم فروختم. 1 سال روزی 16 ساعت کار کردم تا این دوره رو یکی به من یاد داد. شما میتونید با 8,500,000 ثبت نام کنید این دوره رو یاد بگیرید. این آموزش زندگیت رو تحت تاثیر میذاره. یعنی تو سال 1403 اگر کارهایی که بهت میگم رو انجام بدی، این 4 تا مرحله 90 روز رو با من تست کن. تو اگر 90 روز اول نتیجه نگرفتی انجامش نده. ولی اگه تو 90 روز اول 1% نتیجه گرفتی، بیا 90 روز دوم، بعد بیا 90 روز سوم، بعد بیا 90 روز چهارم. من تو 90 روز چهارم گارانتی میکنم بهم پیام میدی ایمان جواب داد. من گارانتی میکنم انقدر این پیامو دریافت کردم از دوستام، من با هر کی کار کردم بهش این گارانتی رو دادم بهم پیام داده ایمان جواب داد. منم از استادم اینو شنیدم و بهش پیام دادم و هر موقع تو زندگیم ناامید میشم میرم پیاممو دوباره میخونم که من بهش پیام دادم استاد جواب داد. من میدونم جواب میده. این روش تضمینی ترین روش دنیاست، به خاطر همین گرونه. دیدی وقتی میخوان یه چیزی رو گارانتی کنن 10 برابر ازت پول بیشتر میگیرن، میگن اگه دوست داری این لیوان تا آخر عمر ازش استفاده کردی، بعد دلیل شکست یه لیوان دیگه بهت بدیم 10 برابر ازت پولشو میگیریم. گارانتیه دیگه. حالا یک چند نفر بهم پیام داده بودن دوره شما گارانتی داره. آره، $1500 بدی گارانتیش هم میکنم واسط. لینک دعوت بهت دادم، کلید $1500 رو با $150 میخوای بخری. همه اینا رو میخوام بهت یاد بدم. هنوز درگیر گارانتی، ولی واقعا گارانتی داره بچه‌ها. شما تستش کنید. نهایتا کلید ورود 8 میلیونی تا 80 میلیون میره، 1 سال دیگه میفروشی دیگه. نفروختیش هم 8 میلیون تومان سرمایه گذاری کردی، فهمیدی حرفای من الکیه دیگه، هر چی در مورد معنا بهت گفت گوش نکن، چون من خفن ترین تکنیک جهان رو دارم با تمرین میکنم. دیگه از این خفن تر نیست دیگه. اگه با این جواب نگرفتی ول کن، این مسیر رو ول کن، برو یه مسیر دیگه واسه زندگیت انتخاب کن. من اینقدر مطمئنم از این موضوع، چون من از فقر مطلق الان توی خونه 150 متری با آرامش اصلا دغدغه اینو ندارم فردا چه هزینه‌ای رو دارم. انقدر تونستم تایم خودم رو آزاد کنم که از صبح با ذوق و شوق نشستم واسهتون تحقیق کردم این جلسه رو بیام برگزار کنم. من چقدر تایم آزاد دارم که تونستم این کارو بکنم. اینا رو ببرین نونوایی که بهت نون نمیده، باید کار کنی پول در بیاری. من با کمک همین تکنیکا زندگی ما عوض کردم و زندگی شما هم همین شکلی عوض میشه. اگه سوالی دارین تو چت بپرسین ازم، و الا 23 صحبتهای من دیگه تمومه. مرسی که تو جلسه بودین، ازتون تشکر میکنم برای وجود زیباتون و برکتی که به جلسه دادین. تو چت لطفاً سوالاتتون رو بنویسین. گزینه چت بازه. اگه سوالی دارین روی 3 نقطه پایین صفحه بزنید، نوشته این کال مسیج، اونجا میتونید پیامتون رو بنویسین. مرسی از شما که تو جلسه بودین. خدا قوت. من اصلا خسته نمیشم. من در راه کمک کردن به بشر 1000 سال توان دارم. ساعت برگزاری جلسات اطلاع رسانی میشه آقای غلامی عزیز
کسانی که عضو کالج میشین از 5 بهتون اطلاع رسانی میشه جلسات جدید از کی برگزار میشه. اما فعلا تو این چند شب ما جلسه رسمی برای کالج نداریم از آموزش کالج. 1 سال هر روز کلاس داریم؟ نه، هر روز کلاس نداریم. یه دوره داریم 90 روز امتحانش میکنیم، همون تمرین میکنیم. دوره هم به این شکله: آموزش هک مغز برای 6 روز اولتونه، 6 تا فایل صوتیه، 6 روز بهش گوش میکنید. فقط کافی 6 روز بهش گوش کنید، روزی یه دونه. روز 7 ذهن پورساز 40 قسمته، روزی یه قسمت گوش میکنید، تمریناشو انجام میدید. نهایتا 1 ساعت و نیم از شما زمان میگیره که میتونید این 1 ساعت و نیم رو 20 دقیقه 20 دقیقه انجام بدید. مثلا 20 دقیقه صبح، 20 دقیقه ظهر، 20 دقیقه شب. برای ثبت نام لطفاً به ادمین پیام بدین تو تلگرام. اگه آیدی ادمین رو ندین دوباره تالار گفتگو میذارم. اسم و شماره تماس و کد معرفتون رو به ادمین میفرستین، بعد ادمین شرایط ثبت نام رو بهتون میگه. تو 24 ساعت آینده انشالله اطلاع رسانی میشه. کد معرف، اگه کد معرف ندارید بزنید کد معرف شبکه نوری IPS. مثلا از طریق کانال اومدی بزن کانال شبکه نوری. اگه من معرفیت کردم اسم من میشه کد معرف. یه چیزی هم بهتون بگم، و اگه کد معرف داشته باشی بخوای مثلا یه کد معرف دیگه بزنی چیزی به حال تو عوض نمیشه. کد معرف تو در نهایت متوجه بشیم تو معرفت میشه اون فرد. دلیل این که میگم کد معرف داشتن خوبیش اینه که تو اگه معرف داشته باشی یه حامی داری که میتونی با کمک اون حامی و یه مربی پیش بری. ولی اگه کد معرفی نداشته باشی فقط یه مربی داری. منم یه نفره که 200 تا دست ندارم، نمیتونم به همتون توی یه روز کمک کنم. از طریق حامی ها که میام به شما کمک میکنم، یعنی شما با کمک حامیاتونه که کارتون آسون میشه. پس اگه 2 تا حامی هم داشته باشی به نفعته. اب نداره، از اگه نمیدونید از کجا اومدین همون کانال کالج میشه معرفت. سالهای دیگه جلسات آنلاینه. اگه جلسات جدید برگزار شه بله آنلاینه. اگه جلسات قدیمی باشه ضبط شده. شما از طریق کلید ورودتون به جلسات دسترسی دارید. شما یک کلید ورود بچه‌ها با 8,500,000 تون دریافت میکنید به نام NFT. NFT توی یک کیف پول دیجیتالی تو گوشیتون. اگه کیف پول دیجیتالی ندارین کلیپشو میفرستم کیف پول دیجیتالی نصب کنید یاد بگیرید. چیز عجیبی نیست، مثل نصب کردن همین گوگل میت و تلگرامه. کلید ورودتون رو گم کنید دوباره بعد 8,500,000 پول بدین، چون گم شه معلوم نیست کجا گم شده. دنیای بلاک چین رمز ورودش همون کلیده. حتی منم کلید دیگه ندارم به کسی بدم. چرا هم این شکلیه؟ چون نباید هک شه دیگه. میتونیم شما رو به عنوان معرف انتخاب کنیم؟ بله. ما چطور با شما و مربی ارتباط بگیریم؟ انشالله عضو کالج شدین ارتباط میگیریم. من بچه‌ها 24 ساعته تو کالج دارم خدمت میکنم. آبدارچی هستم، منشی هستم، آموزش میدم. من عاشق خدمت کردنم. تو بیا تو بازی، بیزار میشی انقدر منو میبینی. دنبال این نباش دسترسی به من زیاد شه. تو باید یاد بگی آگاهی تو زیاد کنی. وظیفه من اینه. بچه‌ای که با من کار کردن میدونن که من تمام زندگیمو گذاشتم پای کالج شبکه نوری و تا این هدف تیک نخوره نمیخوام. خب سال بعدی